من شرط باهاتون میبندم، نه تحریم حل خواهد شد، نه گفتگو با دنیا به نتیجه خواهد رسید، هیچی. چون یه عده دارن نفع میبرن اینجا. هر دولتی با هر وعده‌ای که بیاد بگه من مشکلات رو حل میکنم داره دروغ میگه. با ساختار و چارت فعلی دولت‌های خاتمی رو وعده دوباره بیاری با همون کادر و ساختار، نه هر کسی رو بخوای بیاری هیچ اتفاق دیگه نخواهد افتاد. اگر مهاتما گاندی رو وعده بیاری باز اتفاقی نخواهد افتاد. میدونید که الان میزان فروش نفت در ایران سریه، هیچ کس نمیدونه. تا قبل از سال 90 نفت دولت میفروخت. بعد از سال 90 به بهانه تحریم دادن ارگانهای نظامی. توی بودجه نفت تعریف شد براشون به جای پول. گفتن که ما پول نداریم به شما بدیم، انقدر نفت میدیم. تقریبا همه نهادها و ارگانهای نظامی شروع کردن به فروش نفت. قیمت این کالا $1 میلیون. وقتی برات به دستت میرسونن فاکتوری که میکنن $5 میلیون. اینا شبکه شدن. این شبکه هاشون میلیارد دلار دارن میبرن. اجازه نمیدن با حل شدن مسئله تحریم همه چی شفاف بشه، به هر کی خواست سریع یه صفحه سفارش بکنه، پولشو بریزه، جنسشو تو تهران تحویل بگیره. امکان نداره. موضوع امریکا و موضوع کاسبان تحریمه. تاریخ خواهد گفت که به بهانه تحریم چقدر توی این مملکت چپاول شد، چقدر افراد خیانت کردن به